گروه اول محبوسان بر اساس قانون عفو روز 22 سپتامبر از زندان ناحیه یاوان و زندان زنان نارک آزاد شدند. یک مسئول حکومت ناحیه یاوان بر عده آزادی گفت که یک روز پیش 605 نفر را از زندان رها کردند. یک محبوس زندان زنان نارک نیز بر عده آزادی گفت روز 21 سپتامبر آنها را او و ده ها زن دیگر را بر اساس قانون عفو آزاد کرده به شهر دوشنبه آورده به دست نزدیکانشان سپاریدند. مسئولان زندان شهر باختر مرکز ولایت ختلان هم گفتند روز گذشته چند نفر از محبوسان را آزاد کردند، اما شماره آنها دقیق نیست. در سرریاست اجرای جزای جنایتی یا اداره زندان‌های وزارت عدلیه به خبرنگاری رادیوی آزادی گفتند تا 2 روز آینده آزاد کردن زندانیان از محبس معروف به یکم سویتسکی دوشنبه هم آغاز می شود. بر اساس قانون عفو زنان، شخصان نابالغ، مردان از 55 ساله بالا، معیوبان گروه‌های یکم، دوم، سوم، شخصان دارای گرفتاری بیماری‌های وزنین، افرادی که مکافات دولتی دارند و شخصان خارجی از ادای جزا آزاد کرده می شوند، ولی در این میان آنهایی که جرم‌های سنگین صادر کردند از جمله خیانت به دولت و یا با زورآوری غصب نمودن حاکمیت شامل قانون عفو نخواهند شد. بسیاری از کاربران رادیوی آزادی پرسیدند که آنهایی که با ماده 307 محکوم شدند آیا شامل قانون عفو خواهند شد یا نه. پاسخ این است که شخصانی که با ماده 307 قسم 2 و 307 علاوه 1 زندانی شدند مهلت جزایشان بیش از 20 سال است، از آن 4 سال کم کرده می شود. اگر جزا از 20 سال کم باشد پس 3 سال آن کم کرده می شود. آن نفرانی که با ماده 307 علاوه 2، 3، 4 محکوم شدند فقط 1 سال آنها کم کرده می شود. شخصانی هم که از روی ماده 189 یا برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی به زندان رفتند بر اساس قانون عفو 1 سال از حکمشان کم کرده می شود. قانون درباره عفو روز 6 سپتامبر از سوی مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالفتاح شریفزاده از سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیوی آزادی گفت رئیس جمهور روز 8 سپتامبر زیر این قانون امضا گذاشته، آن روز 9 سپتامبر نشر و همین طور به اجرا درآمده است. قانون درباره عفو که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت قبول شد در عموم بیش از 16,000 نفر را در بر میگیرد. از اینها بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها آزاد شده، حکم قریب 6,000 نفر دیگر کم کرده می شود. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.